لعلکم تتقون. پروردگار از بالای 7 طبق آسمان برای آن کسانی که ایمان آوردند به بزرگی پروردگارشان، ایمان دارند به هستی پروردگارشان، به اونها خطاب میکند، به اونها ندا میکند، به اونها سفارش میدهد: ای کسانی که ایمان بر من دارین، ای کسانی که در هستی من باوری دارین، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. کتب به معنای فرض گردانیده شد این یک ماه مبارک رمضان بر ذمه شما، همچنان که فرض گردانیده بودیم این ماه را بر امتهایی که در پیش حیات داشتند. الله میگوید همون امتهایی که از دوره های حضرت آدم علیه السلام تا دوره محمد صلی الله علیه و سلم زندگی داشتند، پیغمبرها داشتند، حیات داشتند، و ذمه اونها هم ما این ماه مبارک فرض گردانیده بودیم. همچنان ای امتان اسلام، ای پیروان قرآن، ای پیروان محمد صلی الله علیه و سلم، خدا میگوید به شما هم ما این ماه مبارک فرض گردانیدیم. پس وقتی که این ماه مبارک به ذمه ما که فرض باشد چنانه که به امتهای پیشین بود، پس کسی که اگر از این فرض پروردگار روی میگرداند در پیشگاه پروردگار گناهگار می شود. کسی این کار میکند از دین بیگانه می شود. کسی تنبلی میکند، اهمیت نمیدهد، پیشگاه خدا برای نگرفتن این روز، برای نگرفتن این ماه گناهگار و در خجالت میماند. لعلکم تتقون. پروردگار گفت این ماه مبارک ما برای شما فرض گردانیدیم، شاید که شما در این یک ماه مبارک عادت کنین و انسانهای با تقوا شوین. پروردگار میگه شاید که در این یک ماه مبارک شما عادت کنین بر غلبه بالای نفستان و شما از جمله کسانی با تقوا باشید. تقوا چه نقش بزرگ در اسلام می‌باشد. خداوند در قرآن ان اکرمکم عند الله اتقاکم، آن کسی در پیش ما شرف و عزت دارد که با تقواست. خداوند میگوید این ماه مبارک ما برای شما فرض گردانیدیم، شاید که شما از جمله شخصان با تقوا شوید. برادر عزیز و گرامی، تقوا چیست؟ تقوا این خدا ترسی است، تقوا این پرهیزکاری است. شاید که شما این ماه مبارک سبب شود و شما ناسکشی را پرتایید، شما سیگارت کشی را پرتایید، شما غیبت کردن را ترک سازید، شما دلازاری را ترک سازید، شما خیانت در حق یک برادر مسلمان را ترک سازید. شاید تقوا کنید، شاید از اینا شما پرهیز کنید. این یک ماه مبارک برای شما همچنان برکات آرد که از این کارهای بد شما دور می‌شوید. برادر عزیز و گرامی، این جمعه های ما هم که اکثر مسجدها برادرای اشتراک دارند که در برابر نماز خواندن به بعض گناه ها هم درس میزنند. خداوند میگوید مراد از این ماه مبارک آوردن هم همین است که شما را شاید که از کارهای بد باز دارد. شاید که شما در این ماه مبارک آدمای با تقوا و پرهیزکار شوین و از هر گناه ها شما دوری جویید. برادر عزیز و گرامی، 1 سپتامبر روز درآمد ماه مبارک است. ما روزدار هستیم. در این اول ماه مبارک برادرایی که دستی به سودا میزنید، یک ماه ترحم است، ماه غمخواری است، ماه خیر احسان است. اگر ما در برابر این ماه در آمدن
تا جایی که میدانیم که سوداها ما خیلی در جوش می شود، خیلی گویم خریدارای زیاد پیدا میکنیم. اگر ما از این فرصت استفاده بریم و گویم که این ماه درآمد است و اگر یک چیزی که حاضر 10 سو می رود رمضان در 15 سومش کنیم، این از روی انصاف نیست برادر عزیز. در ماه مبارک شما فراموش نکنید در تمام دنیای اسلام در مالهاشان دیگر فایدهشان نمیگذارند، فایده ها را در ماه مبارک مینوس میکنند، طرح میکنند، نمیمانند. به خاطر ماه مبارک، به خاطر در ماه مبارک برای یک برادر مسلمان من یاردم شود، فایده شود، اونا اینها را از فایده های خودشان خط میزنند و بعد یک ماه مبارک باز همون سودای اولشون جاری میکنند. به این خاطر دادر از ما نمیگویم که شما به ضرر سودای خودتان کار کنید، به ضرر جان خودتان کار کنید، فقط ترحم کنید، فقط کوشش کنید که مالهاتان قیمتی که 5 به دست می آمد 1 به دست بیاید، بس از به خاطر ماه مبارک 4 همو را گذر، الله برای تو هم مکافات ماه مبارک میدهد، هم غمخواری برادر مسلمان میدهد، هم پاداش ماه مبارک برای تو نصیب میکند. اگر ما و شما اگر این ماه را حرمت همون گویم که خود معنای حرمت این ماه هم همین است که ما در ماه مبارک با یک دیگر غمخوار باشیم. نسبت یک برادر مسلمان من در این ماه‌های مبارک به شفقتی و به مهری و به رحمی را هیچ وقت روا نبینیم. انشاءالله این نشانه اوست که ماها ماهیت این ماه مبارک فهمیدیم. انشاءالله مردم ببینید، زن و مرد وقتی که شما این معامله را میکنید، با همین معاملتون شما هزارهای دیگر را در دین جلب میکنید. میگید ببینید چگونه یک دین خوبی هست، چگونه یک ماه مبارکی هست که تمام مردم دلش ملایم کرده است، با یکدیگر اینقدر مهربان شدند، مردم غم یکدیگر میخورد، از فایده هاشون حتی گذشتند غمخواری یکدیگر کردند. این بسیار تأثیر کلان دارد. به این خاطر برادر عزیز این سخنی هست که ما برای تو همچه یک برادر شما، همچه یک گویم مسئولی که در کتاب ها میبینیم به خاطر ثواب به گوش شما میرسانیم. اگر کنین خوش به حالتان، نکردینم این ماه میگذرد میرود، یک ماه آنقدری نیست. الحال ماه ندرآمده من با شما صحبت دارم، روز از روزها حیات ما باقی باشد، همینجا با پناه به خدای به ماه میکنیم، میگیم فلان روز عید است، بسیار درا به نام خدا گذر میکند. لیکن انسانی که هر یک ساعتی را فرصت غنیمت میداند و هر چیزی که میشنود عملی میکند، خوش به حالش، خوش به حالش. بگذار تو در یک ماه 1000 سامان فایده ببینی، بگذار تو در یک ماه 2000 سامان فایده ببینی، لیکن آن فایده که در این ماه هست او را تو به 2000 خریدن میتونی، تو را به 1000 سامان هم خریدن میتونی. آن بزرگی ها، آن گویم که اجرهایی که در این ماه خدا برای آدمای روزدار داده است. ببینید یک آدمی روزدار، یک آدمی روزدار حبیب خدا میگوید وقتی شما روزش میشکایید، خداوند برابر همون روزه که او چی ثوابی داشت برای یک آدمی روزه شکای، خداوند پاداشی همون ثوابی که او میگیره در نامه اعمال تو مینویسد. یک آدمی روزه داره، تو یک خیمه میتی میگه همین قدری روزه تکشا، انا که ببین تا بگه چی مقدار ثواب گرفت، اینا حساب کنید 5000 ثواب گرفت. خداوند 5000 ثوابی که به او داد برابر ثوابی او را به یک دانه خرما در نامه اعمال تو مینویسد. به خاطر تو یک روزه داره روزش شکاییدی، یک روزه داره تو کمک کردی. تو برادر عزیز اگر مثال این توصیه های ما برای تو معقول باشد، همون فایده می شود. حتی تو اگر در دستش هم کدی بگوی این این فایده من بود، اینایش گرفته با در یک کارک دیگر صرف کن به نام خدا، 1 به 700 است در ماه رمضان، 1 به 700 هر چیزی که میکنین 1 به 700 از 700 هم زاید خداوند در نامه اعمال شما ثواب می‌نویسد. انشاءالله منال از جمعه های آینده در باب فضیلت این ماه چه بزرگی ها دارد، چه مقدار پاداش ها دارد، باز مفصلتر اگر خدا برای ما حیات دهد من برای شما معین میکنم، من برای شما بیان میکنم.
حدیثی که من در خطبه خواندم، حبیب خدا میگوید اذا جاء رمضان، وقتی این ماه مبارک می آید، وقتی که ماه مبارک در آمد، فتحت ابواب الجنه، همون جنتی که چند جمعه ما در وصف او برای شما از آیات‌های قرآن و احادیث‌های رسول اکرم صحبت داشتم، همون 8 در جنت در ماه مبارک رمضان اصلا پوشیده نمی شود، همیشه گشاده است. معنای گشاده بودن درهای جنت معنای او را دارد که هر برادر ما که در این ماه مبارک این دنیا را پدرود میگوید او وارد جنت می شود. این بهترین بشارتی است که از جانب خداوند و رسول برای بندگان روزدار است. درهای جنت برای تو گشاده است، خداوند تو را به حساب وارد جنتش میگرداند. به خاطر ماه مبارک رمضان، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه و غلقت ابواب النار. خداوند میگوید درهای عذاب، 7 در دوزخ همگیش بستگی. در ماه رمضان درهای دوزخ گشاده نیستند. مقصد این درهای دوزخ ما بالای شما ای مردم روزدار بسته گردانیدیم و درهای جنت برای وارد شدن جنت برای شما گشاده نگه داریم. و صفدت الشیاطین، این شیطانی که امروز هر روز شما را وسواس میکند، هر روز شما را از راه درست در راه نادرست میبرد، این شیطان ها را همگی شما زنجیربند میکنید. خدا میگوید هیچ شیطان های جنی هیچ کدامش عمل کننده نیستند، همگیش بسته شدن در ماه مبارک رمضان. برادر عزیز، درهای جنت گشاده، درهای دوزخ بسته. شیطانی که بیراه کننده انسان، دشمن انسان است، خدا همگیش از زنجیر پیچ میکند تا روز عید ما و شما خواندن. اینا بسته شدن، اینا را نمیکشاید تا که در بین بندگان خدا اغوا ناندازند، در بین بندگان خدا فتنه ناندازند، بنده های خدا را از این ثواب ماه مبارک محروم میسازند. پیش از آنه که این ماه مبارک در ما و شما یک کمبود دیگر است. ما در پهلوی یکدیگر نشستیم، با یکدیگر ملالیم، با یکدیگر قهری هستیم. بعضی ها مکتوبان ایساندن که ما با ملا امام قهری هستیم، از پس اون نماز خانیم و نخوانیم. ببین تا چه حد کار ما و شما آمد است که تا با ملا امام ما قهری هستیم، از پس اون نماز خانیم و نخوانیم. روایت بخاری است، روایت ابو داود است. حبیب خدا میگوید لا یحل لمسلم ان یحجر اخاه فوق 3. حبیب خدا میگوید حلال نیست برای تو ای مسلمان با یک برادر مسلمانت از 3 روز دیده زیاد تو اگر ملالی داشته باشی، تو قهرگی داشته باشی، تو غضب داشته باشی، تا 3 روز خدا تو را مغفرتت میکند، خداوند تو را عتاب نمیکند، عذاب نمیکند. لیکن فمن هجر اخاه فوق 3، حبیب خدا میگه وقتی که اگر قهرگی تو از 3 روز زیاد دوام کرد، حتی در ماه رمضان تو قهری هستی، فما تدخل النار. حبیب خدا گفت خدا به روزه تو احتیاج ندارد، خداوند به تراویح تو احتیاج ندارد، خداوند به مسجد آمدن تو احتیاج ندارد، زیرا که تو در همین حالت قهرگی از دنیا گذشتی. حبیب خدا گفت دخل النار، درهای دوزخ منتظر توست. برادر عزیز و گرامی، پیش از ماه مبارک کینه ها را از دل دور کنید، حسدا را از دل دور کنید، ملالی که داشته باشین بگذار. بعض شخص آنقدر ملال و ناخوبی هست که دست دراز میکنی با تو سلام نمیکنه. من احتیاجی سلام تو نیستم. برادر عزیز، به نام خدا وجود تو، شکم تو پر از شیطان است. تو را یگانه شیطان است که تو را نمیگذارد دست در دست برادرت گذاری.
یگانه وسواس شیطان است که تو را نمیگذارد که تو با برادرت آشتی کنی و با او در نزد لب یک طبق نشسته باشی. این شیطان است که تو را بیراه کرده. این کبر فردا. از ماه مبارک میخواهی که چیزی برخوردار شوی، میخواهی که آن پاداشهایی که در این ماه هست برادر عزیز آدم شو، مسلمان شو. مشو ملا و صوفی شیخ کنعان، مشو ملا و صوفی شیخ کنعان، مسلمان شو، مسلمان شو، مسلمان شو برادر عزیز. دیگر مسئله که ما و شما را در ماه مبارک شاید ناراحت کند این است که بسیاری برادرای ما تا ماه رمضان مسجد نآمدند، نماز هم نخواندند. همین ماه مبارک رمضان که شد بعد میبینی مثال به مسجد میآید، در پهلوی ما و شما نماز میخواند. این معنای را ندارد که ما اونها را تحقیر کنیم، اونها را طعنه زنیم که تو 11 ماه کافر بودی و اکو یک ماه مسلمان میشه، یا تو مسلمانی سیزانی که بچه هم تا میگن. همین ها را باید ما نگوییم. بگذار بیاید، بگذار مسجد آید، بگذار این برکات ماه مبارک است. وقتی آمد یک ماه اگر همون داملایی که در همون مسجد است یک ماه اگر صحبت شود انشاءالله از خداوند امید است که دل همون آدم ملایم می شود. همون آدم هم از راهی که اختیار کرده بود بیزار می شود، دائمی و پایبند مسجد می شود. او دائما دیگر انشاءالله نمازاش ترک نمی کند. فقط ما با سخن خوب برادر عزیز، کس نمی داند در این بحر عمیق سنگریزه قدر دارد یا عقیق، کسی نمی داند برادر عزیز. به این خاطر ما به کافر بخاری سوی کافر هم بینی. مولوی میگوید بخاری سوی کافر هم بینی، مبادای فروزت شمع دینی. چی میدانی که آینده او چی است؟ چی میدانی خاتمه کاری تو چی است؟ چی میدانی خاتمه کاری وی چی است؟ این کسی نمیداند. به این خاطر ما طعنه نمیکنیم، ما گوییم که اونا را از مسجد پیش نمیکنیم، اونها را سخنهای قبیح نمیگوییم، بلکه میگیم برادر عزیز خوش به حالت، دیر نه آمدی، بر وقت آمدی، خوب آمدی. ماه مبارک برای تو مبارک شود، خدا از ماه مبارک تو را بهره‌ور گرداند. گفته در حقش دعا میکنیم، در پهلوک ما نماز میخواند. این است آداب ماه مبارک. اینشان برادر عزیز و گرامی فراموش نکنید. من لم یدع قول الضر والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. روایت بخاری است. حبیب خدا میگوید کسی که در ماه مبارک اگر به شوخی هم که دروغ گوید، اگه به شوخی دروغ گفتن که این خودش گناه است، به شوخی گفتنی دروغ هم گناه است. من لم یدع قول الضر والعمل به، یا انسانی که با سخنهای فحش و فاحشه دشنامهای قبیح در زبانش میراند، حبیب خدا گفتن که پروردگار حاجت ندارد این که تو خامه نوشی خامه خری، الله به این روزه تو حاجت ندارد. ببینید 5 چیز گفتن روزه را میشکند. 5 چیز، 5 یفترن صائما، 5 چیز روزه را میشکستند. اینا چی بوده؟ دروغ بوده است، غیبت بوده است، سخنچینی بوده است، قسم دروغ بوده است و خیانت بوده است. 5 چیز روزه های شما را میشکند. ببینید شما دهناتان خوش، شکماتان گرسنه، لیکن غیبت میکنین، دشنام میکنین، سخنچینی میکنین، الکه شما از ثواب روزه چی هستین؟ محروم است. به شما ثواب روزه نه، بلکه به شما مشقت تشنگی و گرسنگی باقی است. خلاص بسیاری برادران در ماه مبارک بعدا وقتاشون که مثال خالگی است بعد خرطه بازی را میگیرن، هی وقت بگذرانیم، یا یک کینا را میبندن، یک کینای بی معنی که مثال وجود او را، خواهر او را، اولاد او را بدبخت میکنه، همون کینا قدی 3 ساعت 5 ساعت در بقیه تلویزیون صرف میکنه. برادر عزیز با این قدم نزن. من پیشکی به نام خدا گفتم، ولی من که صحبتام دوام دارد اگر حیاتم باشه، لیکن پیشکی میگم که تو از ماه مبارک
بهره نمیگیری. آن چیزی که من تو را نهی میکنم این نهی کرده خدا و رسول است. شما وقتای خالگیتان به قرآن خوانی گذرانید. دیروز من در یک معرکه هم قید کردم، برادرای عزیز عیب است باور کن، شرم است به شما که قرآن خواندن نمیتونید. عیب است، خیلی جای تأسف است، شرم است به نام خدا. تو جوان مرد نیستی. تو وقت قرآن که رحمت برای عالمیان آمده است، رحمت برای عالمیان است، خوانندش روز قیامت شفاعت میکند. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامه. حبیب خدا میگن انا همین ماه مبارک، انا همین قرآنی که امروز در خاندان هر کدام تو هست، اینا روز قیامت از پشت شما پیشگاه خدا را برآمد میکنند. اینا شما را طلب شفاعت میکنند. حیف به آن کسی که این خوانده نمیتونه. حیف به نام خدا. حبیب خدا اکثری روز در ماه مبارک به قرآن خواندن میگذرانید. در ماه مبارک قرآن زیاد میخواند نسبت دیگر ماها. حد اقل صاحبای کتاب میگن که در یک ماه 3 بار باید ختم شود. حد اقل 3 دهه است. دهه اول، دهه بین، دهه آخر. باید همین قرآن 3 بار در 3 دهه بنده های خدا باید که اینا چکار کنند؟ باید ختم کنند تا آخرش خوانده رویم. لیکن افسوس که سخنی خدا و رسول از جا میماند و ما کاری خود ما نمیکنیم. ما وقتا ما فقط در گویم قرطبازی و در تلویزیون تماشا کنی و در قد کوچه نشستن میگذرانیم. یک کس هم پرسید روزدار، هر روزدار تمام فکر میکنی که اون چیزی که اون مهنتی که برادر میکند شب و روز قرآن میخواند، فکر میکنی تو ثوابی باید میگیری؟ نمیگیری. دادرایی که